شبتون بخیر. ما با دوران دهه 60 چیزی بیشتر از 30 سال فاصله نداریم. دورانی که وسایل ارتباطات جمعی موجود بود، دوربین‌های فیلم برداری موجود بود، ضبط صوت موجود بود و ما میتونستیم یک درک و دریافت درستری از تاریخی که خود فاعلانش بودیم یا پدرانمان فاعلانش بودن داشته باشیم. ولی امروزه اگر شما به یک سری امورات بدیهی به پاره‌ای از این مردمان مسائلی رو توضیح بدی، یا نمیپذیرند یا فکر میکنن این امور انقدر بدیهی هستند که قابل بازگویی نیستند. غافل از این که ما اصولاً هر آنچه را خیلی آشکار و واضح از پیش چشمانمان رژه می رود نادیده می گیریم و در اموراتش دقت نمی کنیم. اگر امروز شما به بازماندگان خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق برگردید و بگید که فرزندان شما اکثرا تصفیه شدن، اکثرا گوشت دم توپ بودند و آمدانه به کشت داده شدند، آیا از شماها میپذیرند؟ اگر شما به مردمانی که در 22 بهمن 57 پایکوبی در خیابانها میکردند میگفتید این انقلاب از آن شما نیست، این انقلاب نیست، این یک کودتای آمریکایی است، یک پارادایم شیفت است، آیا مردم از شما میپذیرفتند؟ BBC فارسی مستندی رو پخش کرده به نام کودتای خزنده. مستند داستانی است سوار بر یک جلسه سران سپاه پاسداران در آذر ماه 1363 در مرکز فرماندهی سپاه پاسداران در تهران، در بحبوحه جنگ ایران و عراق. این مستند رو که آقای حسین باستانی ساختند، حکومتی ها جوری تعبیر می کنند و تفسیر می کنند، BBC فارسی هم جور دیگری می خواهد برای مردم تعبیر و تفسیر کند. ما کاری به این نداریم که آنچه را در این نوار مطرح می کنند این مستند این مستندی که برادرانی که دست چیزی همراهشون هست، هم مسئولیت شرعی دارید، هم مسئولیت قانونی دارید. مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره. ما راجع به تک تک عملیات بحث کنیم. راجع به تک تک برادرای ما میگن خب پس اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ فرمانده فراغون میاد میشه که قرارگاه این مستند که 3 ساعت کاست ضبط شده محتویات این جلسه پشت درهای بسته فرماندهان سپاه پاسداران رو داره برای شما بازگویی میکنه و میخواهد تاریخی از جنگ ایران و عراق را که نهفته مانده و سوای روایت حاکمیت جمهوری اسلامی است ارائه بده، شما رو به تعمق وامی داره برای کسانی که هیچ زحمتی نمیکشن بابت اینکه آگاهی داشته باشن در مورد سرزمینی که درش زندگی میکنن. کسی که نخواهد کنش سیاسی داشته باشد آزادی را نیز تعقیب نمی کند. کسی که سرنوشت خود را دوست نداشته باشد کنش سیاسی نمی کند. خیلی از امور برای شماها بدیهی بود و برای ماها بدیهیه. ماها طبق
تبلیغات جمهوری اسلامی، تریبون‌های غربی، این داستان اسلام بازی و انقلابی بازی، شیعه بازی دولت یهودی ایرانی را باور کردیم. خیلی از ما. چرا باور کردیم؟ به خاطر اینکه هزینه دادیم براش، به خاطر اینکه فلان اصفهانی و اهوازی و کرمانی و سمنانی و لرستانی و ایلامی و کرمانشاهی کشته شدند. وقتی کشته شدند ما باور کردیم این داستان رو، چون ماها زخم برداشته بودیم. اکثریت ماها یک سری برداشت های بسیار سطحی از مسائل داریم. ماهایی که با ادبیات چپ مورد هجوم واقع شدیم و بمباردمان شدیم و فکر میکردیم خیلی آونگاردیم. خیلی از ماها امروز فکر میکنه اگر چیزی تعجیبمون نیست علی خامنه‌ای ساقط میشه. خیلی از ماها فکر میکنیم اگر دلار گران میشه مردم قیام میکنن. ما فکر میکنیم اگر مردم گرسنه باشن مردم قیام میکنن. اینطوری فکر میکنیم. چرا اینطوری فکر میکنیم؟ چرا ما خیلی از چیزهایی رو که با واقعیت هیچ سنخیتی نداره میپذیریم و دوست داریم اینطوری فکر بکنیم؟ یک بحث درازدامنی است که من امشب میخوام این بپردازم. من اتفاقا قصد ندارم این مستند آقای باستانی رو اون طوری که باب محافل رسانه‌ای است تحلیل کنم. آنچه که من میخوام بهش بپردازم اموراتی است که ما خیلی بدیهی میدانیم، مسائلی است که ما فکر میکنیم میدانیم و حقیقت است. داده ها و دیتا هایی است که در ذهن ما هست و ما اساس زندگی خودمون رو بر اساس این پای ریزی کردیم. شما برید به کسانی که فرزندانشان در عملیات کربلای 5، عملیات لو رفته‌ای که سران سپاه و سران جمهوری اسلامی آمدن انجام میدند و هزاران نفر در او قل و قم میشن، بپرسید بچه های شما توسط دولت ایرانی یهودی کشته شدند. اون دلش میخواد این شعارها رو باور کنه که اون برای میهن کشته شد و برای خاک کشته شد و برای باورها و عقایدش کشته شد. اون برای منویات یک کورپوریشن یهودی با ارباب آمریکایی انگلیسیش کشته شد و تو برای این هزینه دادی. من میخوام این رو بررسی بکنم امشب. در این مستند حسین باستانی، در این کودتای خزنده، داستان این گونه است. گویا بعد از عملیات خیبر که منتج به شکست مفتضحانه سپاه پاسداران از نیروهای عراقی میشه و کشته های بسیاری روی دست اینها باقی میگذاره، بسیاری از فرماندهان سپاه، فرماندهان میدانی سپاه، رده های بالاتر، فرماندهی کل سپاه پاسداران، وزیر سپاه پاسداران و مقامات بالاتر رو مورد سرزنش و بازخواست قرار میدن و حمله های تندی میکنن، دال بر بیکفایتی، دال بر پارتی بازی، دال بر این که آقایان ذوالقدر و کسان دیگری همپالگی های اینها حتی یک گلوله کلاشینکوف هم در نکردند. فرماندهان اصلی سپاهی که قهرمانان جنگ 8 ساله شدند هیچ کدام در جبهه‌های جنگ در میدان و در خط مقدم قرار نداشتند و نجنگیدند و در قرارگاه ها نشستند. در همون جلسه‌ای که محسن رضایی نشسته، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، برادران سپاهی اون وقت به آقای محسن رضایی و
باند محسن رضایی، باند رفسنجانی و بیت رهبری میتازند. این داستان یک شکاف عمیقی را نشان میدهد. تسویه حسابهای بسیاری که در این جنگ انجام شد، بری که حاکمیت خورد، بچه های مردمی که به کش داده شدند، فرماندهانی که از پشت مورد هدف قرار گرفتند، گردنها، تیپها و لشکرهایی که به کام یک عملیات لو رفته فرو فرستاده شدند تا همگی بلعیده بشن، تا خون در بدن نظام جمهوری اسلامی بکنند، تا این انقلاب 57 امریکایی مستقر بشود. خب بسیاری از جانبازها، بسیاری از کسانی که امروز حقوق میگیرند بازنشست شدند. از ترس حقوق بازنشستگیشان، از ترس رانت هایی که به خاطر جبهه و بسیجی بودن و مجروح بودن و جانباز بودن میگیرن، سکوت میکنن و واقعیت رو نمیگن. اونقدر به خودشون دروغ گفتن که دروغ رو باور کردن. حالا جا داره شما از خودتون بپرسید تکلیف این 300,000 کشته‌ای که ظاهراً در راه وطن کشته شدن یا اسلام شیعه کشته شدن چه میشه؟ اینها کشته شدگان به دست فرماندهان سپاه پاسداران و بیت رهبری، مشخصاً آیت الله خمینی، برای شهوات ایشان بودند یا انسانهای مخلصی بودند که رفتن مثلا دفاع از سرزمین بکنند؟ ببینید، من با این تصویر کار دارم، چون ماها در یک سرزمینی زندگی میکنیم، خیلی از امورات رو فکر میکنیم بدیهی، میدانیم، با یک شکوهی از یک تاریخی صحبت میکنیم، یک جوری دم از ناسیونالیزم میزنیم، به یک صورتی، به یک پرچمی احترام میگذاریم که گویا اینها یک سری واقعیات محض تاریخی هستند و هیچ مویی لای درز اینها نمیره. اما ناگهان جنگ 8 ساله دفاع مقدس یک مشت بچه انقلابی شیعه تبدیل به فضای تسویه حساب و استقرار قدرت عده‌ای بر این سرزمین میشه. خب این کاملا یک روایت جداگانه دیگری است. ببینید، ما یک روایت از اول داریم همه باور کردن. این روایت اینه: یک کشوری هست به اسم ایران، یه انقلابی درش میشه در زمان محمد رضا شاه پهلوی که یک مستبد است، مردم شروع میکنن به مبارزات انقلابی. یک انقلابی در سال 57، در 22 بهمن 57 به ثمر می نشیند با رهبری آیت الله خمینی و وجود نیروهای مختلف. خب یک انقلاب بزرگ صورت میگیرد. همه این رو قبول میکنن و به هم تبریک میگند و که این انقلاب مردمی است و مردم این انقلاب رو کردن. بعد از این آیت الله خمینی تبدیل میشه به رهبر کاریزماتیک این انقلاب، رهبری که محبوبیت کشوری دارد. همه او را میپرستند. کلام او، حرف آخر است. و این کشور مورد حمله یک رژیم بعثی کشور متخاصم همسایه عرب که ما یک حافظه بد تاریخی از این اعراب داریم واقع میشه. مردمان و جوانان میهندوست و انقلابی به صفوف نیروهای بسیجی و سپاهی میپیوندند برای دفاع از این سرزمین. این اون روایتی که همه شماها باور کردید، همه شماها دوست دارید. این روایت رو شما اگر تعقیب بکنید، خروجیش این میشه دیگه. اینی که شما امروز دارید میبینید.
شما یک جمهوری اسلامی مظلوم را میبینید در منطقه که با شکلگیریش مورد تهدید دشمنان داخلی قرار میگیره، مورد تهدید دشمنان خارجی قرار میگیره، مورد تحریم واقع میشه. تمام کشورهای همسایه با او سر جنگ دارن، جهان با او سر جنگ دارد و اون روایتی که شما میدانید یک نیروی اسلامی. اما یواش یواش روایت ها عوض داره میشه. یک سری اتفاقات داره میفته. سال 1363 تقریباً 5 سال از انقلاب گذشته. در بحبوحه جنگ هنوز بایستی این مردم بوی انقلابی بودن بدهند، اما اختلافات عجیبی در درون نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد و هیچ کسی نمیدونه. اینا رو یک سری نیروهای یک دست، یک سری نیروهای معتقد میدانند و فکر میکنن که بچه هاشون که کشته شده در راه یک آرمان بزرگی کشته شده. اما حالا شما برگردید به خانواده های اینا بگید که بچه های شما رو تصفیه کردن. خون بچه های شما واجب و لازم بود که بر بدنه این دولت تزریق بشه. اون وقتی سوال پیش میاد منفعت این دولت برای که بود؟ برای چه بود؟ حالا اگر این دانسته های از پیش ما امکان دارد ترکی برداشته باشد، امکان دارد ما فکر بکنیم که آنچه کتاب امروز زیر تبلیغ رسانه های مختلف شنیده ایم غلطه و هر روایتی که به ما میدهند افتضاحه و ماها رو مسموم کرده، وقت ما یک روند تاریخی رو حالا میخواییم بحث بکنیم که اصولا BBC به چه قصد و منظوری این نوار رو پخش میکنه، چه هدفی است، چه اتفاقاتی داره میفته، ما در کدامین ماتریکس داریم زندگی میکنیم، کدامین میتریکس امروز ماها رو احاطه کرده و ما در اون میتریکس هستیم و ما از تشخیص واقعیت و دیدن بدیهیات عاجزیم. چه اتفاقی در این سرزمین داره میفته؟ ببینید این یک مسئله درازدامنی است که یک ساعتها بحث میخواد. اما خب از اونجایی که شما تمام ذهنتون پیرامون قضایا از یک تاریخ خطی حاکمیت نقل شده ناشی میشه و تحلیل هایی هم که دریافت کردید در راستای ادامه کورپریشن هاست، یعنی دولت های شرکتی، لذا هیچ وقت به یک خروجی صحیح و درست نخواهید رسید. من به خاطر اینکه این بحث رو ادامه بدم نقل قولی میکنم از مارکوزه یا فلاسفه مکتب فرانکفورت، نئومارکسیست ها. ببینید در بحبوحه اعتراضات دانشجویی اروپا و مشخصاً پاریس و شکست این اعتراضات، مکتب فرانکفورت یک سری باورها داشت. یکی این که در دورانی که مدیریت تام وجود دارد و چیزی به نام انسان باقی نمانده است، هیچ انسانی اختیاری از خودش ندارد، فکری از خودش ندارد، هیچ از خود ندارد و تمام گفته ها خواسته هاش بر ساخته دست نظام سرمایه‌داری است. در این سرزمین ها هیچ انقلابی رخ نخواهد داد. این اون خروجی بحث مکتب فرانکفورت بود. اونا معتقد شدن که شاید کسانی که از این دایره مدرنیته خارج بودن، اونایی که در گتوها بودن، اونایی که کارگران
دونپایه و طبقات دونپایه مهاجر درون کشورهای توسعه یافته پیشرفته صنعتی بودند، یا مردمان جهان سوم، مردمانی که هنوز بوسه مرگ مدرنیته اونها رو نابود نکرده، شاید توان این انقلاب رو داشته باشن. پس اونها دست از مردمان غرب شستند. ببینید، یک زمانی مارکس گفت که کارگران به جز پاره کردن و از دست دادن زنجیرهاشون چیزی رو از دست نمیدن. اما کارگران دهه 80 و 60 و 70 میلادی و امروز به تبع خیلی چیزها بیشتر از زنجیرهاشون دارن. تعلقاتشون خیلی زیاد شده، پوزیشن دارن، حقوق دارن، پول دارن، هالیدی دارن، خونه دارن، ماشین دارن، خیلی چیزها دارن، خیلی تعلقات دارن که با دوران مارکس فرق میکنه. اینها خروجی میشه که دیگه در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته اتفاقی نمیفته. من برمیگردم به مدیریت تام، آنچه که بعداً انقیاد اردوگاهی مردمان جهان رو رقم زد. اون داستانی که امروز مردمان کنترل شده رو ساخته. اما من یک امید دارم، اون اینه که داستان در سرزمین ما، در این کلان کردوار ما فرق میکنه. ما هنوز تسلیم نشدیم. ما هنوز به طور مطلق هیپنوتایز نشدیم، به طور مطلق به یک خواب ابدی نرفتیم و این توان رو داریم که در مقابل نظام سلطه جهانی بیستیم. حالا به همین خاطر من میخوام این بدیهیاتی رو که برای ما تا حالا این گونه تلقی میشد رو مورد پرسش قرار بدم و داستان رو از منظر دیگری تعقیب بکنم. ببینید، ما بعدها فهمیدیم که این اروپایی ها مدعی شدند یک تمدنی را از روم و یونان آغاز کردند، به دوران دارک ایج رسیدن، عصر سیاهی، و بعد میدل ایج و قرون وسطا، و از درون قرون وسطا گذار کردند به رنسانس، دوران نوزایش و زایشی دوباره با رجعت به گذشته مشعشعانه بزرگ تاریخی روم و یونان، و از این منظر توانستند گذار کنند به دوران روشنگری و عصر اینلایتمنت اروپا که همسو شد با انقلاب در علم، انقلاب در اکتشافات جغرافیایی و طبیعی، انقلاب در صنعت، و این برادران اروپایی توانستند با کشف قاره آمریکا یک فتح بزرگ تاریخی را بکنند و بعد اینها وارد دوران سرمایه‌داری بشوند یواش یواش، با تغییر شیوه تولید و مبادله توانستند سوار بر نوکیسگان جدید و طبقات برساخته شده جدید، انقلابی مثل انقلاب فرانسه را ناگهان به وقوع بپیوندانند و بعد اتفاقات یکی پس از دیگری که منجر به جهان امروز شد. ببینید، آنچه که در پس این تاریخ مستتره و برای کسی گفته نمیشه
اینه که اتفاقاتی رخ داده و اینها بعداً این اتفاقات رو تئوریزه کردن، یعنی این اتفاقات رو براش یک سری فرمول بندی ها و تئوری ها ساختند. به این صورت نبوده که خیلی از چیزها را از قبل اندیشیده باشند و این تفکر رو و اندیشه رو به وادی عمل و پرکتیک گذاشته باشن و خروجیش این شده باشه، یا اینکه ما فکر بکنیم این عظمت و قدرتی که این اروپایی ها بعداً به دست آوردن در سایه تفکرات علوم انسانی و خروجی متفکرین و فلاسفه‌ای چونن فرانسیس بیکن و ژان ژاک روسو و خیلی های دیگه مثل ادم اسمیت و کانت و هگل و اینها بوده. هیچ کدام از اینها این عظمت جهان غرب رو که بعداً برای ما تصویر کردند رقم نزدن، بلکه اینها همه تلاش میکردن این اتفاقاتی که رقم خورده رو به صورتی به نفع اروپایی ها و حکام اینها تمام بکنن. با این پیش زمینه و این پیش فرضی که من گفتم، ببینید کوتاه سخن این که اینها این آغاز دوران رنسانس خودشان یا باززایش خودشون رو این گونه بحث میکنند که با رجعت به گذشته و با یک معرفت تاریخی به دنبال فرمول بندی کردن و مفهوم سازی آزادی بودن که نهله های تفکر مختلف اروپایی از این منظر خروج کردن. اون تعبیری که ایتالیایی ها از مفهوم آزادی کردن، فرانسوی ها کردن، اسکاتلندی ها و انگلیسی ها کردن و بعد آلمانی ها این کار رو انجام دادن. این توهماتی که به ماها دادند ما رو غافل کرد از این که چه اتفاقی افتاد. اصولاً کارهایی که اینها کردن هیچ ربطی به این تئوری ها دارد یا این نظراتی که اینها پیرامون آزادی دادند. هیچ کسی به واضحی منیفست حزب کمونیست کارل مارکس و انگلس را مورد بررسی قرار نداد که چه اتفاقی در سرزمین ماها افتاد. چرا ما یک حکومت حاکمه داشتیم، بعد ناگهان یک سری مردمان انقلابی که همه از نهلهای چپ و ایده های مارکسیستی لنینیستی خروج می کنند و اینها همگی بازیگران صحنه اجتماعی و سیاسی جامعه ما هستند. ببینید وقتی ما گذار میکنیم به دوران سرمایه‌داری، وقتی اینها جهان رو میخواهند به یک بازار بزرگ تبدیل بکنند، وقتی اینها سرزمین ها رو همه احتیاج دارند، بازارها رو همه احتیاج دارند، مواد خام میخواهند، سرریز میشوند به مابقی جهان که یکی از خروجی هاش کشف قاره های مختلف اقیانوسی از امریکای لاتینه و بعدش هم کشورهایی که و سرزمین هایی که درش مردمان متمدنی زندگی می کنند که تسخیر اونها مثل افریقایی ها مثل امریکایی ها برای اونها آسان نیست. به همین خاطر اونها تحت نام سیاحان و تحت نام مشاوران و تحت نام بازرگانان و اینها مردمانی را به ظاهر گسیل داشتند به این سرزمین ها که در این سرزمین ها یک سری اقدامات انجام بدهند برای آماده سازی این مردمان برای اتفاقات آتی. این سرزمینی که ما درش زندگی می کنیم و امروز یک کورپوریشنی با اسم ایران بر او سوار شده است، در یک وسعت عظیم جغرافیایی اسمش کردوار است. از 300 سال گذشته به این ور داستان دخالت در این سرزمین و شکل دادن به این سرزمین آغاز می شود. اینی که سعی کنن برای این سرزمین یک تاریخی بسازن که نیات اونها رو تعقیب بکنه.
اینی که سعی بکنن ایلات و عشایری رو بسازند و مهیا بکنند که اینها بعداً تحت نام یک حقیقت تاریخی عرصه‌ای رو اشغال بکنند. اینی که یک سری شهرها و مراکز تجمعی رو رونق بدن، بزرگتر بکنند برای اون اقدامات بعدیشون و ساختن یک سری و قشری از مردمانی که میتوانند تأثیرات عدیده داشته باشند در این سرزمین. شما ناگهان با یک سری از مسائلی روبرو هستید، چونان تصوف، ادیان نو ساخته، چونان شیخ و شیوخ طریقت‌های مختلف، چونان ایلات و عشایر و خانهای ایلات و عشایر مختلفی که دست بر غذا اینها سر به یک سری حکومتند، حکومتی مثل عثمانی، حکومتی مثل ممالک محروسه، که این تاریخ یک چیزی بیش از 200 سال نیست و اینها تبدیل می شوند به یک واقعیت تاریخی. ببینید شما هیچ گزارش درستی از جنگ 8 ساله سال 60 ندارید که این تاریخ رو زندگی کردید. اون وقت شماها رو با یک سری دست نوشته و یک سری کتابچه و یک سری اسامی و یک سری الفاظ و اینها محاصره میکنن تحت نام حقیقت تاریخی. اتفاقی که میافتد این است. ببینید من شما رو عودت میدم به مسئله‌ای که از منظر شماها دوره و اون اینه که وقتی مارکس در مورد روند تاریخی که در منیفست بحثش رو میکنه صحبت میکنه، از مدرنیته تمجید میکنه و از سرمایه‌داری تمجید میکنه. این سرمایه‌داری کاری رو کرده که اصلا اهرام مصر در مقابلش هیچ است در طول تاریخ. این میزان عظمتی از جابجایی انسانها و هزینه بزرگی رو که بر دست انسانها میگذارد. انسانها را از درون جنگل ها، از زیر زمین ناگهان مثل سپاهیان مورچه ها بیرون میکشد و خیلی عظیمی از این مردمان رو موبلایزد و بسیج می کند و در جاهایی به نام شهر متمرکز می کند. مارکس اونجا یه اشاره میکنه و اینها رو مورد ستایش قرار میده. مارکس تمامی هزینه و جنایاتی رو که تحت نام مدرنیزم قرار است اتفاق بیفتد، از قتل میلیون ها انسان تا نابودی زندگی میلیون ها انسان، به عنوان یک سرنوشت محتوم تاریخی میداند و اون رو می ستاید. اونجا مارکس یک سفارش میکنه به این که طبقه پرولتر بایستی همزمان با بورژوازی در مقابل پسمانده های نظام فئودالی بایستند، یعنی با جامعه‌ای که میل در ایستایی در فئودالیته رو داره بایستی بیستند، بجنگند و همه چیز را در هم بکوبند. و اینجا بایستی پرولتاریا کمک بکند سرمایه داری را تا بتواند بورژوازی را حاکم بکند و بورژوازی محکوم به زوال است که شما این رو مورد مطالعه قرار دادید. حتی بحث رو وقتی به خانواده میکشه میگه که طبقه کارگر و طبقه پرولتاریا بایستی فحشا را عمومی بکنند، چون خانواده بورژوایی که بنیاد خانوادهشان بر اساس منافع تشکیل شده است نیز به زوال کشیده بشود. عمومی کردن فحشا و بنیادهای خانواده و تمام آنچه که او ارتجاعی می‌داند. یک سری کلمات بعداً مد شد تحت نام ارتجاعی در این سرزمین ما مفاهیم چپ است. آنچه که ما نفهمیدیم
آنچه که ما ازش غافل بودیم این بود که ما فکر میکردیم نیت چپ با نیت راست فرق میکنه. ما فکر میکردیم اینها با هم متفاوتند و هیچ دریافتی از این نداشتیم. هیچ دریافت درستی از این نداشتیم. ببینید این نوکیسگان اروپایی که سعی در تاراج و غارت این کره خاکی و انسانهاش کردند و تا به امروز هم موفق به این اقدام شدند، از تمام خدعه هایی که در طول تاریخ به میراث برای اینها ماند و از بشر آموختن استفاده کردند و اینها رو سوار بر این تمهیدات جدید کردن. ببینید برعکس این که شماها فکر بکنید که لشکرکشی های عظیم تاریخی صورت گرفته است و فتح سرزمین ها توسط سرداران بزرگ شده است، قضایای بعدی تاریخی اینها رو ابطال میکنه. ببینید شما وقتی تعقیب داستان کمپانی هند شرقی را میکنید بایستی دو بازی زبانی رو با هم مقایسه بکنید. ببینید اینها ادعا میکنند یک سردار گردنکشی به نام اسکندر مقدونی داشتند که این اسکندر مقدونی بر جهان تاخته است و ناگهان در هندوستان کشته میشه و این لشکر جرار اسکندر مقدونی در هندوستان از پای در میاد. هم برای شما جالبه که داستان کمپانی هند شرقی با چند نفر بازرگان آغاز میشه و بعد سرزمین هندوستان رو با 5000 نفر نیرو تحت انشغال و استعمار خود در میارن. 250 میلیون انسان هندی رو اینها استعمار میکنند با 5000 نفر. اما یک نکته بسیار مهمه که شما می‌دانید نامش هم کمپانی هند شرقی بود، یک شرکت بازرگانی بود که هندوستان رو اشغال کرد. ببینید این انگلیسی ها یک ساختمان بسیار بزرگ در بمبئی ساختن که مرکز فرماندهیشون بود. ساختمان آنچنان عظیم و بزرگ بود که هر هندی وقتی در مقابل این ساختمان قرار می گرفت احساس حقارت بکند و عظمت قدرت بریتانیا را بفهمد. بریتانیا هر مقاومتی را که میخواست صورت بگیره به صورت وحشیانه قلع و قم میکرد تا رعب زیادی رو در دل مردم بکارد و بریتانیا نوابها و مهاراجه ها رو با خود همراه میکند. این رو که شما میشنوید وقت به یک سری مسائل پی میبرید. این هندوستانی که اسکندر رو از پای در آورده چطور از عهده 5000 انگلیسی بر نمیاد؟ 250 میلیون نفر آدم. شما به یک نکته پی میبرید و اون اینه که در این تاریخ هزاران ساله یکی از راه‌های بلعیدن مملکت‌ها بناسازی و معماری بوده. هیچ کدام از این کشورهایی که مدعی هستند توسط رومی ها فتح شده است و اشغال شده است، اشغال سرزمینی با شمشیر و لشکریان و اینها نشده. اینها یک سری معابد و ساختمان ها و قصرها رو در یک جایی ساختند، شهرسازی کردند و بعد مردمانی رو که حول این شهرها جمع شدند و گرد آمدند رو به کار بستند. این برانچ های بیزینسی، این مثلا کافی شاپی که شما این رو فرانچایز میکنید، بعد ثروتتون به جایی میرسه که میتونید ادامه بدید و هر برانچ دیگری رو در یک شهر دیگری بسازید. پس این داستان لشکرکشی های تاریخی یک داستان بسیار مسخری است که اصولا هیچ منطقی رو تعقیب نمیکنه. به کمای این که وقتی شما با شرایط آن زمان و جغرافیایی که شما میشناسید این قیاس از لشکرکشی رو بررسی میکنید، امکان پذیر نیست که کسی بتواند این حجم سپاهیان را از جایی به جای دیگری
بدون داشتن یک لوجستیک و تدارکات عظیم انتقال بدهد. ولی داستان این جعل از کجا بود؟ داستان این جعل از آنجا بود که این اروپایی های نوکیسه‌ای که جدیداً کارشون بالا گرفته بود، به خاطر اینکه بخواهند تازه به دوران رسیده ها و کسانی که قدرت رو میطلبند یک توازنی با کلیسا برقرار بکنند، آمدند فلسفه‌ای ساختن به نام فلسفه انسان سوژه که با دکارت آغاز شد. فلسفه انسان سوژه دکارتی که من میاندیشم پس هستم تمام قدرت بشر را به شناختش داد. تا قبل از اون فلسفه هستی بود و انسان بخشی از هستی بود و تمام غایت انسان کنکاش در هستی بود برای پی بردن و شناختن و بازشناختن امر مطلق که خدا باشد. اما اینها به خاطر اینکه دست کلیسا رو کوتاه بکنند و بخواهند که با کلیسا شریک بشن و این شراکت رو کلیسا بپذیره، خب بعد از قدرتگیری که شد یک سری سفارشات هم انجام شد. یکی از اینها همین داستان فلسفه سازی است، این لفاظی هایی که اینها انجام دادن. پس به خاطر اینکه یک انسان سوژه بسازن و این انسان خودش توانا باشد، این توانایی رو به عقل دادن. این انسانی رو که ساختن یک انسان بیرون از گردونه هستی بود و اصولاً نمی توانست در موقعیت مکانی و زمانی قرار بگیرد و این موقعیت مکانی و زمانی را تعلیق می کردن و ایگنور می کردن. ناگهان دیدن کارشون اینگونه پیش نمیره، این آدم رو بایستی برگردون و در زمان و مکان قرار داد. به همین خاطر آقای هگل شروع به شعبده بازی کردن و آقای هگل این بشر از گردونه هستی بیرون رانده شده به خدا تبدیل شده رو در زمان برگرداندند و چیزی به نام فلسفه تاریخ درست کردند و این بشر رو زمانمند کردند. ببینید اینها سفارشات نوکیسگان تازه به دوران رسیده است که به یمن پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف دارن میکنند. حالا برای اینها تئوری هم میخواند. این تاریخ سازی رو هگل آغاز میکنه. این حجم از چرندیات و مزخرفاتی تحت نام تاریخ که بعد اینها تحت نام اساتید تاریخ و فلسفه تاریخ میارند و میبافند و زرتشت سازی و دولت هخامنشی سازی و دولت یهود سازی از اینجا می آغازد. از که مشخصاً از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19. ببینید این تاریخ رو نیاز دارن. حالا اتفاق بعدی به خاطر اینکه بتوانن حالا دنیا رو بر بزنن اون شکلی که میخوان در بیارن، حالا احتیاج دارن یکی رو بیارن تحت نام مسئله کمونیسم، این بشر در درون زمان رو حالا یک اتفاقی براش بندازه. به خاطر اینکه بشر تاریخی اون وقت توانایی رو ازش گرفتن. اونا بشر رو از گردونه هستی خارج کردن که تواناش بکنن و بهش گفتن که این قوه آگاهی داره، عقل داره. به همین خاطر انسان تواناست. هگل آمد و تاریخ رو آورد. این بشر اون وقت مورد جبر تاریخ واقع شد و این قدرت و این توانایی بیرون از اراده انسانی بود و این انسان رو توانمند نمی‌کرد. این روند تاریخ بود که این کار رو داشت می‌کرد. همین خاطر آقای کارل مارکس این بشر تاریخی را در موقعیت قرار داد و گفت که این بشر محصول شرایط
زمانی و مکانی خودشه و به همین خاطر توانا نیست و این شرایط زمانی و مکانی باعث شده که توانمند نباشه. لذا ایشون مفهوم طبقه را ساختند و بعد هم در این متریالیسم دیالکتیکشون و بعد در منیفست حزب کمونیستشون اشاره میکنند به تضاد طبقاتی و تاریخ جهان تاریخ تضاد طبقات است. آزاد با برده، حاکم با محکوم و آنچه که او شرح میدهد در داستان منیفست کمونیستش. ببینید آنچه که اینها ادعا میکردند، خب انسان رو میخوان از انقیاد در بیارند، به دنبال مفهوم آزادی برند، بعد دوباره انسان رو میارند در یک موقعیت منقاد قرار میدن، دوباره همین کار رو میکنن و بعد میگه که این طبقات با آگاهی که پیدا میکنند میتوانند تغییر ایجاد بکنند. دوباره این مارکس میره سراغ آگاهی و دوباره اینجا یک شناخت رو میده که این آگاهی میل به این تغییر رو فراهم میکنه و لذا اینها بایستی با آگاه شدن سعی در توانمند کردن خودشون بکنن و سعی کنن که این حصار مکانی و زمانی رو بردن. ببینین اینها تلاش نیست برای آزادی، نه، اینها تلاش تئوریک عده‌ای است که میخواهند این جهان را بخورند، در سامان بخشی بر برنامه ها و پلان هاشون. همینها در این سرزمین ما جعل دو امپراتوری میکنند، یک امپراتوری ترک، یک امپراتوری ظاهراً معلوم نیست شیعه به نام ممالک محروسه قاجاریه و قبلترش صفویه. هیچ شواهد مادی از اینها موجود نیست، اصلا معلوم نیست این از کجا آمدند. اما اون داستان امارت سازی رو که من خدمتتون گفتم رو دوباره مورد بازبینی قرار بدید. ببینید داستان تخت جمشید هم جزء همون داستان هست. اینها یک زمانی آمدند امارتی بسازند که گویا حول این شهری سوار بکنند که منطقه‌ای رو بخورند، اما مورد حمله کردها قرار گرفتند و کشته شدند و عقیم شدند و نتونستن این کار رو بکنند. در این پراکندگی جمعیتی و شکل شهرنشینی و تمدنی که در این سرزمین و کردوار موجوده، اینها با همون تکنیک ها و حقه های قدیمی باز میگردند. یک سری این بار یک سری بنیادی تر کار میکنند، یک سری ایلات جدید میسازند، یک سری شیوخ طریقت های مختلف میسازند. ببینید برای شما جالبه که همزمان با ساختن شخصی به نام علی محمد باب در منطقه کرمانشاه نیز برای کسانی که اهل حق می نامندشان شخصی به نام سید براکه می سازند. همین زمان است که احمدیه را در پاکستان می سازند. همین زمان است که در مراکش کسانی را می سازند. همین زمان است که در سومالی مهدی می سازند. یعنی شمایلها شروع می کنند به ساختن یک سری پیامبران جدید و ادیان جدید. این تمام اون کارهایی است که اینها دارن رقم میدن در این سرزمین. ناگهان یک سری عکس ها به وجود میاد. ببینید از 1840 میگویند که دولت عثمانی شروع به اصلاحات کرد تحت نام تنظیمات. دروغ محضه. اینا یک محملات محضه. عثمانی را همون زمان میسازند، یواش یواش همون زمان میسازند. قاجاریه را همون زمان میسازند. ببینید این امپراتوری عثمانی پرطمطراق گردنکش پدر سوخته‌ای که میتواند اتریش را مورد حمله قرار بدهد و ویران بکند، اروپا را بخورد. این عثمانی
عجیب است که این حکومت شیعه ضعیف شده زندیه و قاجاریه و صفویه رو نمیتونه بخوره، اما امپراتور بزرگ پروس و اتریش رو مورد حمله قرار میده. یا در زمان خفت و خاری که در زمان ناصرالدین شاه اینها اسلحه هم ندارن، در اسلحه خانه این نمیاد این سرزمین رو فتح بکنه. اتفاقی که میفته اینه، یک سری حکومت برای ما میسازن. خب در این سرزمین خاورمیانه دو مردم رو میسازن که هر دوی اینها ساخته شده دست یهودیانند. ما در این سرزمین خودمان یهودی بسیار داشتیم، ارمنی، یهودی، آسوری، تمام اینها یک ریشن و ستون پنجمی های داخل سرزمین ما بودن. زبان ما هم خوب میدونن، زبان ها هم بردن، فرهنگ رو هم تاراج کردن، ذخایر رو هم بردن و همه چیز رو در اختیار داشتن. این برادران یهودی، ارمنی، جودو کریستیانیتی ناگهان دو قوم رو میسازن که اصلا هیچ ریشه‌ای در هیچ کجا ندارن، معلوم نیست این از کجا آمدن. یکی ترک و یکی فارس. معلوم نیست این فارس کیه، معلوم نیست از کجا آمده. این ترک ها معلوم نیست از کجا آمدند. زبانی بسیار مصنوعی و که هیچ روند طبیعی رو طی نکرده، یک زبان یدیشی به نام ترکی میسازند و یک زبان یدیش به نام فارسی میسازند. یک سری متون رو به این زبانها منتشر میکنن و این دو امپراتوری ظاهرا میشن صاحبان خاورمیانه. جالب، دو قوم غیر عرب، غیر کرد میشوند شمشیرکشان و گردنکشان اسلام که هیچ نشانه ای از شهامت و از غیوری و از گردنکشی ندارن. کسی هم نمیپرسه عامل انسجام اینها چه بود که اینها توانستن قدرت بگیرن. ببین، ما میتونیم بپذیریم که عامل انسجام اعراب دین اسلام بود و کتاب قرآن بود و پیامبری به نام محمد بود، اما ما نمیدونیم عامل انسجام این ترک ها چه بوده است که سرازیر شدن این سرزمین ما. دزدی بوده، چپاول بوده، دینی داشتن؟ چه روایتی این ترک ها خودشون داشتن که منسجم میشن و این طوایف و قبایل کوچ نشین از آلتای آمده چه اتفاقی میفته اینها با هم منسجمن؟ چه چیزی است این روایت انسجام اینها؟ هیچ روایتی ندارن، هیچ روایتی موجود نیست و هیچ گزارشی نمیدن. وانگهی ما هیچ ملتی به نام فارس نداریم. حالا به این مسئله برمیخوریم. چه چیزی عامل انسجام این قوم فارس است؟ هیچی از این بر نمیاد، هیچ پاسخ تاریخی نداره الا متون جعل اروپایی متأخر 200-300 ساله‌ای که در این فرهنگ استعماری ساختند، مثل یک سری رگه های احمقانه در یک تاریخ احمقانی به نام هرودوت یا گزنوفون یا تواریخ کلیسایی که اینها فقط یک سری داده و یک سری داستانهای چند خطی درون کتابهای جعلی جدید ساخته است. ببینید، برای اون دسته از کسانی که فکر میکنن این میزان جعل امکان پذیر نیست، بدانید که قاره آمریکا چیزی حدود 400 سال 300 سال کشف شده. تمام آمریکای لاتین رو که امروز شما شاهد کشورهای مثل برزیل، اکوادور، کلمبیا، السالوادور، کوبا، پاناما، مکزیک، ونزوئلا، شیلی، آرژانتین هستید رو طی 300 سال اخیر ساختن و این همه ساختمان و شهرسازی و مؤسسات و کشورهای مختلف رو در این قاره‌ای که متعلق به اینکاها و مایاها و سرخپوست‌ها بود ساختن. این ایالات متحده آمریکایی که امروز بر جهان سروری می‌کند و زورگویی می‌کند محصول 300 سال اخیر است.
جعل 1000 کتاب و 2000 کتاب و 3000 کتاب و 100,000 کتاب کاری ندارد در مقابل این حجم از کاری که انجام شده. از اونی که فکر میکنه این جعلیات امکان پذیر نیست، انسانی است که نمیتونه فکر بکنه که پسرشم سپاه پاسداران برد، دولت جمهوری اسلامی آنوسی یهود برد و در کربلای 5 خودش گوشت دم توپش کرد و خودش به کشتش داد. باور نمیکنه، اصلا قابل باور نیست براش، چون داستان روی جور دیگه براش گفتن. امروز منافعش در اینه، داره حقوق خانواده شهید میگیره، داره پول جانبازی میگیره، درجه داره، وجدانش رو بابت 4 درجه فروخته، وجدانی نداره این آدم، لذا زوزه میکشه، نمیخواد این واقعیات رو قبول بکنه. اساس یک سری کورپوریشن ها ساختن در سرزمین ما. ببینید اینها بازار میخواند، اینها منابع خام میخواند، اینها مردمانی را میخواهند مثل برده به کار بگیرند. وقت با یک تمدن عظیم کردی روبرو هستند. در این خاورمیانه دو امت دارن زندگی میکنن، امت عربی و امت کردی. اینها رو باید در هم کوبید. اینها از دل یک اقتدار تاریخی میان بیرون، مردمانی متمدنند. علل خصوص که آخرین شکستی که اینها میخورند از کسی به نام صلاح الدین است ظاهرا، حالا ما بپذیریم یا نپذیریم. همونطوری که شما وقتی میخواید یک زمینی رو از آن خود بکنید، در گذشته بایستی رو زمین کار میکردید. زمین رو اگه سنگلاخی بود سنگاشو تمیز میکردید، با اون سنگهایی که از زمین در می آوردید حصار میکشیدید، هر چه میزان که توان داشتید میرفتید و حصار بندی میکردید، این زمین از آن شما میشد. این هم یاد گرفته بودن که ساختمان سازی و عمارت سازی بکنن و با معماری سرزمین هایی رو ببلعند، یعنی شهرسازی بکنند و با شهرسازی کشورهایی رو از آن خود بکنند، مناطقی رو از آن خود بکنند. در سرزمین ما با مقاومت روبرو شدند و پس زده شدند. اینها به ماها که رسیدن متوقف شدند، به دروازه های تمدنی ما که رسیدن متوقف شدند، نتوانستند. اون ابتدا یک مقداری یونانی ها این کار رو کرده اند ظاهرا، که معلوم نیست اینها یونانی هم بودن یا نه. اما خب آنچه که واضحه اینه که حالا در این سرزمین ما بایستی با خود وارد بشن. حالا این سرزمین رو برش یک ساختاری رو سوار بکنند، همین دولت‌های شرکتی، همین مجموعه شرکت‌هایی که با هم یک سرزمینی را حاتم می‌کنند و از آن خود می‌کنند تحت نام دولت‌های ملی. پس من پروسه تاریخ سازی هگل رو بحث کردم که دولت رو دیگه حد تعالی ساختارمندی جامعه میدونه و برخواسته از تبلور روح ملی یک ملت. این همون دورانیه که در سرزمین ما ناگهان حکومتی به نام قاجار ظهور میکنه. این قاجار رو کی تایید میکنه؟ این قاجار رو ایلی به نام ایل سنجابی درست تایید میکنه که این ایل سنجابی خودش تاریخش به تاریخ همین دوران فتحعلی شاه قاجار و بعد مشخصا ناصرالدین شاه میرسه، از دوران فتحعلی شاه قاجار. این حکومت رو آصف سنندج، اون کسی که سنندج رو میسازه، تایید میکنه. حکومت عثمانی رو ابراهیم پاشای بابان، اونی که سلیمانیه رو میسازه یا گسترش رو بست میده، تایید میکنه که تاریخ اینها نمیشه 200 سال، همین 200 سال اخیر که اینها مبنای تایید وجود یک حکومت در این سرزمین ها هستند که موجود نیست.
ببینید بعد شما به یک سری اتفاقات ساختگی میرسید. جنگ ایران و روسیه، جنگ های ایران و روسیه که شکست میخوره. چرا این جنگ ایران و روسیه رو میخوان؟ چرا میسازن این جنگ ایران و روسیه رو؟ به خاطر اینکه کوچ قبایل ترک به سرزمین ما رو توسط روس ها مخفی بکنن. به خاطر اینکه کورپوریشن سازی رو توسط روس ها و انگلیس ها مخفی بکنن. به این وقت میگیم روس ها، شما تصوری از دولت ملی دارید. ما بحثمون یک سری نوکیسگان یهودی مسیحی هستند که سعی در بلعیدن جهان میکنند و خیلی از این لشکریان هم مزدوران این کمپانی ها هستند. چرا این داستان جعلی عهدنامه گلستان و ترکمنچای رو میخوان؟ به خاطر اینکه یک نقطه آغازین از یک تحول بنیادین و بیداری رو شکل بدن که منتهی بشود به دولت ایرانی. این ساختار مدرنی که بعداً سوار بر گرده رضاشاه پهلوی میکنن، رضا پالانی. ببینید این تزار روسیه گردنکشی که ظاهراً داره ترکمنچای و گلستان رو امضا میکنه، همزبان با این معاهده ها مسکو زیر سم ستوران آقای ناپلئون بوناپارت و آقای ناپلئون بوناپارت داره روسیه رو و موجودیت تزار رو نابود میکنه و تهدید میکنه، اما ایشون داره فتح سرزمینی میکنه. بعدم کسی از خودش نمیپرسه چرا این تزار روسیه باکو رو ضمیمه خاک خودش میکنه، اما وقتی تبریز رو میگیره ضمیمه خاک خودش نمیکنه. چه چیزی باعث میشه که این تبریز رو ضمیمه خاک خودش نمیکنه؟ چه کسی میتونه در مقابلش مقاومت بکنه؟ چه کسی میتونه علم مخالفت بلند کنه و این نمیتونه این کار رو بکنه؟ روسیه‌ای که در پیش چشمان ما چند سال پیش کریمه رو ضمیمه خاک خودش کرد و ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل هیچ غلطی نتونستن بکنه، هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. چه چیزی باعث شده که این روسیه گردنکشی که طمع به این سرزمین دارد، که لشکر میکشد بارها تا مناطق مختلف سرازیر میشه، اما این سرزمین رو ضمیمه خاک خودش نمیکنه؟ مثل نخجوان و ترکمنستان و مثل باکو و آذربایجان چرا نمیکنه این کار رو؟ کسی پاسخ این رو نمیده. اما چرا این حمله روس ها مهمه؟ به خاطر اینکه ناگهان اینها یک نقطه تاریخی بسازن برای این کورپوریشن، بگویند علیرغم جوانمردی های عباس میرزا و دلاوری ها و رشادت هاش، چون ما یک لشکر مکانیزه نداشتیم، چون ما یک لشکر منسجم دائمی نداشتیم، شکست خوردیم. اکی روس ها. و ما خواستیم مستشاران نظامی از فرانسوی ها بگیریم و از ناپلئون بگیریم و ناپلئون حاضر بود به ماها کمک بکنه و اولین نهله از ایرانی ها را ما به سرزمین فرنگ فرستادیم که اینها تدریس بکنن و این تغییر و تحولاتی رو که در اروپا صورت گرفته بفهمن. یا اون جعل تاریخی در مورد فرمان جهاد ملاها برای دفاع از میهنی که مردم هیچ تصوری از این میهن به معنای ناسیونالیستیش ندارن، هیچ تصوری و هیچ درکی. اینو چرا احتیاج دارن؟ اینو به خاطر این میخواند که بگویند این دولت ایرانی، این دولت شرکتی ایرانی یک عقبه تاریخی دارد، یک شناسنامه دارد، یه سری اتفاقات میفته، اینها بایستی بیدار بشن از یک جایی به بعد. اما به مرحله بعدی میرسیم در همین قرن 19. مرحله بعدی چیست؟ مرحله بعدی ساختن یک انقلاب است به نام انقلاب مشروطیت. خیلی جالبه، یک انقلاب عظیمی به نام انقلاب مشروطیت در اوایل قرن 20.
اونم مبنای الهامش چیه؟ خب یک سری فرنگ رفته برمیگردن میگن ما عقب افتادیم، بایستی حکومت قانون درست کنیم. حکومت قانون چیست؟ حکومت قانون انقیاد کورپریشنی است. خب اینجا تحت نام انقلابات مردمی با دستاویز این که روسیه از ژاپن شکست خورده در منچوری و می شود با اینها در افتاد، در نتیجه ما هم بایستی تغییراتی در خودمان ایجاد بکنیم، ناگهان مشروطه اتفاق می افتد. این مشروطه رو کیها رقم میزنن؟ یک سری ایلات برساخته‌ای که طی 200 سال گذشته قدرتمند میشن و سپورت میشن توسط بریتانیا و روسیه که ظاهرا فتح تهران بکنند. چرا این اتفاق بایستی بیفته؟ به خاطر اینکه بتوانند ساختار کورپریشنی را بر جامعه و بر سرزمین ما حاکم بکنند، بتوانند ناسیونالیزم ایرانی بسازند، بتوانند ناسیونالیزم ترکی بسازند و خاورمیانه را منشق بکنند، شقه بکنند و حقیقت و واقعیت این سرزمین رو از بین ببرند و روایت رو به صورت و به طور مطلق مخدوش بکنند. همزمان با این اتفاقات که دارن چیزهایی به نام انقلاب مشروطیت میسازند و مجلس و پارلمان و قانون میسازند، یهودیان و میشنرهای مسیحی مدارسی رو در مناطق مختلف سرزمین ما، آنچه که امروز مشخصا زیر دست کورپریشن ایرانی است، درست میکنند. مدارسی رو برای تربیت فرزندان به ظاهر مردمان سرزمین ما، مدارس الیانس یهودی، الیانس فرانسوی یهودی که در ظاهرا تهران، کاشان، قم، تویسرکان، سنندج، کرمانشاه و شهرهای عدیده‌ای دایر میشن و در اونجا متخصصین و تکنیسیان و حکومتی های آینده رو برای کورپریشن تربیت میکنند و میشنرها. شما برای اولین بار ناگهان نهله های یک چیزی را به نام ناسیونالیسم ایرانی میشنوید. خروجی های فراموشخانه ها عاملان این هند. ملکم خان و پسر ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و جمالزاده و آخوندزاده و اینهایی که غالبا هم از این ترکان وارداتی تزار روسیه هستند که ناسیونالیسم ایرانی می نویسند. احمد کسروی ترکی که فارسی را با لهجه ترکی صحبت می کند اما دو آتیشه کتاب فارسی سره می نویسد. این آقای تقی ارانی و تمام خروجی های مدرسه الیانس و میسیونرها همزمان با این قومسازی در سرزمین ما می کنند. کردیت را از مفهوم کاربردی خودش، از مفهوم انتزاعی دال بر یک جهانبینی، یک فلسفه که ناشی از خروجی یک فلسفه مردمان این سرزمین است، تبدیل به قوم و اتنیک می کنند. زبان کتابت فیمابین این مردمان را که زبان گورانی است. زبان گورانی یک زبان هیبریدی است. زبانی است که مردم امورات روزمره خودشون رو با زبان مادری، زبان تصویری تشبیهی زبان مادری انجام میدهند، اما وقتی که میخواهند بفلسفند، فلسفیدن بکنند، به زبان گورانی فلسفیدن میکنند. چون اصولاً با زبان مادری فلسفیدن ممکن نیست. هیچ اروپایی هم با زبان مادری خودش فلسفیدن نکرده است.
تمامی اینها از یونانی استفاده و از لاتین استفاده کردن. تمامی مفاهیم جدید دنیای غرب هم کلمات برگرفته از زبان یونانی است و خودشون هیچ کلمه و مفهومی نداشتن که برش سوار بکنن و در موردش صحبت بکنن. پس زبان کتابت و زبان علم و زبان دنیای انتزاع سرزمین ما زبان گورانی بوده. رسم الخطش هم همون رسم الخطیه که امروز بهش میگن رسم الخط فارسی، همون رسم الخطه. اما به خاطر اینکه این دولت ملت ایرانی هویت پیدا بکند و این تاریخ جعلی واقعی جلوه داده بشود، ناگهان کسی به نام فاسوم در منطقه موکریان سرزمین کردوار در شهر مهاباد، یک مسیحی میسیونر که عده‌ای از ظاهراً بچه های یتیم رو در مدرسه‌ای تربیت می‌دهد که بعداً مشخص نیست اسامی این بچه ها کی بودن، کیا بودن در این مدرسه درس می‌خوندن، می آید و قواعد زبان کردی را درست می‌کند. پس گورانی که زبان مشترک لرها، بلوچ‌ها، تالشی‌ها، گیلکی‌ها، مازنی‌ها هست و زبان کتابت و علم علم رو به سرقت میبرند و یک زبان با دستکاری هایی که از این میکنند یک زبان یدیش میسازند به نام فارسی. به خاطر اینکه رد دست اینها باقی نمونه بایستی شیوه کتابت این رسم الخط رو هم عوض بکنند. به همین خاطر فاسوم رو مأمور میکنن که فاسوم برای ما قواعد بسازد و بعد فردی می آید و یک رسم الخط می سازد به نام رسم الخط کردی. کرد را تبدیل به مفهوم اتنیکی قومی می کنند. همین آقای فاسوم که ظاهراً یک میسیونر مسیحی است که آمده است تبلیغ دین مسیح بکند، اما شروع به آموزش و پرورش می کنه و همین آقای فاسوم یک نقشه جغرافیایی دقیق از سرزمین کردستان می سازد. یعنی اینها وقتی کردوار رو تبدیل به کردستان می کنن، برای او حدود و ثغور هم مشخص می کنن. آن نقشه‌ای که امروز در دست این احزاب منتسب به کرده. این کار آقای فاسومه. این قواعد و گرامر این زبان کردی، آنچه که بهش میگن زبان کردی، کار آقای فاسومه، آقای میجرسونه. آقای میجرسون هم یک جاسوس انگلیسی بود در منطقه حلبچه که او هم همین کار رو کرد. پس ما اتفاقی که برامون میفته این مسائلی است که رخ میده تا اینها بتوانند کورپوریشن سازی بکنند، تا بتوانند از نیروی خودمان بر علیه خودمان استفاده بکنند. پس قوم سازی میکنند، پس تاریخ جعل میسازند، پس شروع میکنند. ببینید دو کشور در منطقه اجازه به ورود زبانهای خارجی نداده اند، اونطوری که باید در دستگاه آموزش و پرورششون شما وقتی دیپلم میگیرید قادر به صحبت کردن به هیچ زبان خارجی نیستید. اون دو کشور ترکیه و ایران هستند. ببینید آخرین متون خروجی دنیای غرب به زبان ترکی استانبولی ترجمه میشه. شما هر متنی رو میخواید که امروز در بازار اروپا به منصه ظهور میرسه، چند هفته بعد در بازارهای استانبول میتونید این رو داشته باشید. به همین خاطر مردمان سرزمین کورپوریشن ترکیه زبان دیگری را غالبا نمیدانند. مردمان به طور عام در این کورپوریشن ایرانی هم همینطوره. ببینید این زبان فارسی قواره‌ای نداره، یعنی اندازه‌ای نداره، یعنی حجم آنچنانی نداره. اما شما یک سرچی در اینترنت بکنید میفهمید که هر چرا که به فارسی سرچ بکنید تقریباً 80% همان چرا که سرچ میکنید به فارسی به شما یک خروجی میدهد در این موتورهای جستجوگر. این یک کار سیستماتیکه، یک کار دولتیه. همونطوری که در زمان رضاخان پروژه های بزرگی میارند. یکی از اون پروژه های مترجمانه. پروژه مترجمان، تربیت کردن مترجمان به زبانهای مختلف اروپایی است با هزینه کورپوریشن، به خاطر اینکه بتوانند
تا می توانند متن و کتاب به این زبانها تولید بکنند که کسی که میخواهد این زبانها را یاد بگیرد داستانهای شیرین و قصص جور و جور و تاریخ جور و جور رو بتونه مطالعه بکنه تا بتواند هژمونی پیدا بکند این زبان. حالا ما به انقلاب مشروطیت رسیدیم. ببینید حالا در حول این انقلاب مشروطیت بحث های بسیاری در میگیره. کتاب های بسیار می نویسند. برای اولین بار در همین دوران انقلاب مشروطیت این مردمان سرزمین ما را که میخواهند مدرنیزه بکنند براشون شیوه اعتراضی میسازند. اولین شیوه اعتراضی بستنشینی در سفارت بریتانیا است. شما فکر نکنید هیچ کدام از این اتفاقات همینطوری الکی اتفاق افتاده و در سرزمین ما اینها رو کسی هدایت نکرده. ساختن فراموشخانه ها، ساختن جنبش های احیاگری تحت نام احیاگری و فرق مختلف و ادیان مختلف و همزمان با این پیشبرد کورپوریشن تا اینکه ما به دوران برافتادن این دولت نوپای ممالک محروسه میرسیم و به آقای رضای پالانی، دوران پهلوی. حالا یک سری اتفاقات قرار است بیفتد. همه شماها میدانید که کشف اولین چاه نفت در خاورمیانه در منطقه مسجد سلیمان بود. اینها بایستی می توانستند از بیرون تشخیص بدهند که نفت در کجا هست. در اون زمان وقتی نفت مسجد سلیمان رو کشف می کنند، هزینه ساخت کورپوریشن تأمین می شود. لذا آقای رضاخان را میارند. آقای رضاخان به یمن پولی که در اختیار دارد، شما بایستی بدانید چه بانک شاهی چه بانک روسی، هر دو بانک انگلیسی و روسی دو عموزاده یهودی مالکینش بودند، از روسیه و از بریتانیا، فامیلی های با هم قوم و خویش یهودی. بارها شنیدید از زبان این سلطنت طلب ها و سومکایی ها و فرزندان آنوسی یهودی های پرورش یافته توسط مدارس میسیونر و الیانس که آقای رضاخان ایران جدید را ساخت. آقای رضاخان شناسنامه ساخت، کورپوریشن ساخت. ببینید به شما برگه داد، برگه هویتی داد. در زبان انگلیسی شما یک قوانین دریایی دارید به نام ادمیرال لو. اینو بدونید هر چیزی که یک چیزی را حمل می کند در انگلیسی ضمیر سوم شخص مؤنث می گیرد. مثلا سپیس شیپ شی میشه، کشتی شی میشه، شیپ. ماشین شی میشه، به شی میگن. ببینید شما زبان انگلیسی رو، این زبان انگلیسی که محصول این دنیای سرمایه داری است و با این بزرگ شد و با این زبان دنیای سرمایه و دنیای تسلط بر جهان اگر خوب بررسی میکنید زبان کورپوریشنیه و مردمان این سرزمین ها هم اعضای این انترپرایز ها و محصولات این کورپوریشن ها هستند. ببینید مثلا من
سیتیزن بریتانیا هستم، اما این به این معنی نیست که من یه انگلیسی یا انگلوساکسونم. این به این معنی است که من افتخار عضویت در انترپرایز بریتانیا رو دارم. اگر شما افتخار در نظر بگیرید. ببینید، وقتی کالا در درون کشتی قرار داره و کشتی میاد در بندر قرار میگیره، اونجایی که کشتی میسته بهش میگن برد ست به انگلیسی. برد ست. برد یعنی تولد، جای تولد. بعد کپتن کشتی که همان کپیتال میاد، یعنی سرمایه و صاحب سرمایه، بایستی بره داخل بندر و اونجا بهش اون مانیفست میده و مانیفست یعنی لیست کالاش رو میده که چی داره و اونها اجازه تخلیه کالا بهش میدن. ببینید، کالا از برد چنل میاد بیرون. برد چنل. ببینید، کشتی در برد ست میسته، از برد چنل میاد بیرون. هر کالایی که از کشتی سقوط بکنه و خراب بشه، در بندر دد سرتیفیکیت بهش میدن، یعنی مجوز مرگ. دد سرتیفیکیت. هر کالایی که سالم بشه و وارد بندر بشه و به تملک اون سرزمین در بیاد، بهش برد سرتیفیکیت میدن و اون کالا مورد بازرگانی و معاوضه قرار میگیره، در مبادله قرار میگیره در اون سرزمین. خب این تمام تعابیرش برای بچه هم همینه. شما در این سرزمین به زبان انگلیسی زن که حامله میشه پریگنته، بعد میره در برد ست قرار میگیره و بعد از برد چنال ایشان بیبی دلیور میشه و بعد وقتی بیبی دلیور میشه، اگر مرده باشه که دد سرتیفیکیت بهش میدن، اگر که زنده باشه وقت بهش برد سرتیفیکیت میدن. همینو برگردونید به این زبان یدیش فارسی کورپوریشن ساخته. همین رو دقیقاً به این فارسی ساختن. زن حامله است. اما به زبان قومی ماها، یعنی هر کسی به زبان مادری خودش، اینطوری نمیگه. چه لور، چه بلوچ، چه تالشی، چه مازنی، نمیگه حامله. من معذرت میخوام، سرما خوردم و هنوز تبعاتش هست. بلکه بهش میگن دوجان یا دوجان. حامله نیست، حامله کالا داره، بار داره. توجه میفرمایید. بعد ما میگیم زا، ولی اینها به صورت رسمی و کتابی میگن که فارق شد، حمل بار کرد. ببخشید، فارق شد به زاییدن. زا یعنی زایشگری کرد در زبان مادری، چون نه این زبان فارسی یدیش شما مادر رو زایشگر یا خالق میدانید. بعد بچه که به دنیا میاد، جنسیتش رو مادر تشخیص میده با رؤیتش، میگه زن فلانی پس زا کرکی دی، زایید و پسری رو دید. این دیدن و به مورد رؤیت واقع شدن توسط مادر و اطرافیان زن به این انسان هویت میده. یک جان مورد شناسایی جان دیگر قرار میگیرد. از اینجا شما میفهمید این شناسنامه‌ای که به شماها میدن، یعنی شماها رو به ملکیت کورپوریشن ایرانی در می آورند. شما محصول کورپوریشن ایرانی هستید. این اون کاریه که رضا خان کرده.
به خاطر اینکه تاریخ شما را در هم بکوبه، به خاطر اینکه اصل شما گم بشه، به خاطر که معلوم نشه که کیها یهودیان، کیها ارمنیان. اینها اونجوری که ماها مردم رو با پدرانشون میشناختیم. شما بپرسید از پدر بزرگاتون، مثلا میگفتن علی پسر فلان کس فلان کس فلان کس و طایفش رو میگفتن. به خاطر اینکه این معلوم نشه کی به کیه چی به چیه، این آقای رضاخان اومد فامیلی گذاشت. این داستان شناسنامه سازی هم جالبه. یه فامیلی گذاشت و شما کلن بریدی، معلوم نشد کی پسر کیه، معلوم نشد رگ این کجاست، تبار این به کجا برمیگرده، اصلا معلوم نشد. این اتفاق بعدی بود. بعد اینا میگن که مدرنایز کرد و زیر ساخت، دانشگاه ساخت، مدرسه ساخت، راه ایجاد کرد و سرکوب اشایر و ایلات گردنکش کرد. یک جانشینی و تخت قاپو کرد با سرکوب و زدن و تغییر شیوه تولید مردمان سرزمین ما. رضاخان مأمور شد قسمتی از مردمان سرزمین ما رو این کار بکنه، نتونست. یک عده تونست و قسمت اعظمی رو نتونست، تا اینکه در زمان پسرش با اصلاحات ارضی و انقلاب سفید موج دوم کوچاندن مردم ما از موطن خودشان به شهرهایی که اون وقت حالا دیگه تحت قیود قانون حکومت در میان، یعنی کورپوریشن، مورد آموزش و پرورش قرار میگیرن و این سمومی را تحت نام ایرانیت و علوم ایرانی به ذهن کودک تزریق میکنن. و این اتفاقی نیست که حتی در غرب میفته، یعنی اصلا در سرزمین ما پرولتری درست نمیشه. حالا همزمان با این اقدامات اون وقت یک طیف مخالف حکومت رو هم بایستی ساخت. این طیف مخالف حکومت کیا هستن؟ اینا معمولاً کسانی هستند که در سفر به بادکوبه، باکو یا برگشتگان از فرنگ با اندیشه های چپ آشنا شدن که اولین حزبی رو که میسازن حزب همت، نریمانوف و بعد خروجی اینها تبدیل میشه به حیدر مغولی و بعد خروجی اینا تبدیل میشه به حزب توده. حزب توده بعد تبدیل میشه به بزرگترین حزب چپ خاورمیانه. حالا اینها چه کار بایستی بکنن؟ اینها بایستی مانیفست حزب کمونیست را اجرا بکنن. مانیفست حزب کمونیست چیه؟ مانیفست حزب کمونیست در افتادن با تمام ساختارهای جامعه است. چرا؟ به خاطر اینکه بایستی بورژوازی که سرنوشت محتوم تاریخ است رو سوار بر همه جای دنیا کرد. لذا از مردمان این سرزمین نیرو میگیرن تحت نام نیروی انقلابی که بر علیه خودشان، بنیادشان، خانواده، قدرت، مالکیت، سرزمینشان به کار بگیرند. و لذا شما میبینید که در عراق هم همچنین حزب شیوعی عراقی درست میشه زیر نظر حزب توده، احزاب ریز و درست چپ و بعد فرقه دموکرات و فرقه حزب دموکرات این قومی اتنیکی کردستان و این داستان هایی که شما میبینید. پس مردم جامعه ما و سرزمین ما توسط دو برنامه همسو به جان خودشون میفتن. یکی حاکمیت که با تمام قدرت و لطایف الحیل و برنامه هایی که داره سعی در این کار میکنه، و یکی دیگه تحت نام گفتمان انقلابی برای یک تحقیق و تحقق یک آزادی با اندیشه های چپ به بنیاد حقیقت تاریخی و تمدن هزاران ساله کردی خودمان میزنیم و اصولاً با دستان خود یا حکومت ما را در هم میکوبد یا تحت نام انقلابیگری
خودمان را میکوبیم. پس شما تعجب نمی کنید اگر امروز در جامعه ما کمونیسم کارگری ترویج فحشا می کند. دقیقاً دستور مارکس رو در منیفست کمونیست داره اجرا میکنه. فاحشگی را عمومی بکنید، به پدرسالاری حمله بکنید، فمینیزم بسازید. چرا؟ چون ما میخواهیم به بورژوازی گذار بکنیم که چه اتفاقی بیفتد که ما رشد توسعه اقتصادی بکنیم. رشد انسانی چه؟ رشد معرفتی چه؟ رشد لذت چه؟ رشد دانش چه؟ هیچ کدام از اینها تحقق نیافت. در سرزمین ما هیچ وقت یک کشور صنعتی ایجاد نشد. هیچ طبقه پرولتری به وجود نیامد. در سرزمین ما هیچ قدرت عظیم اقتصادی ساخته نشد که مردمان تعلقاتی پیدا بکنند مثل کارگران و پرولتاریای جهان غرب حداقل یک سری تعلقات داشته باشند، بلکه در هم کوبیده شدند. مردمان ما در هم کوبیده شدند. ثروت‌های زیرزمینیشان به تاراج رفت و این ثروت‌ها در راستای نابودیشون به کار گرفته شد و در راستای فساد مطلق شد. اما در دوران پهلوی یک سری اقدامات انجام نمی‌شد به خاطر اینکه مردم از لحاظ سنتی مقاومت می‌کردند. اون تجدد آمرانه رضاشاهی کورپوریشنی ظاهراً بسیار زیاد مورد استقبال واقع نمی‌شد. مشخصاً زنان به مدارس جدید وارد نمی‌شدند. مشخصاً یک سری باورهای دینی در یک جاهایی مقاومت نشان میداد و اجازه نمیدادند اونطوری که باید. ببینید وقتی رضاخان این کورپوریشن رو میسازه در شهری مثل کرمانشاه به اون کوچکی دو منطقه رو تبدیل به فاحشه‌خانه میکنه در یک شهر کوچک. منطقه چیا سرخ و توکل آباد در سنندج هم همچنین. در تمام مقاومت‌های مردمی و تبار و قوم و فامیل و ساختارهای طبیعی ارگانیکی که در درازنای تاریخ آمده است و ما هیچ وقت خودمون نپرسیدیم ایراد اینها چیست. ببینید مارکس در منیفست کمونیست خودش از فاجعه بزرگ انسانی که این سرمایه‌داری می‌خواهد بیارد و مدرنیسم می‌خواهد بیارد صحبت می‌کنه. ما میگیم چیز خوبیه، باید بها بدیم. 1-2 میلیارد آدم هم بمیرن. 4 میلیارد انسان هم در فقر و فلاکت و کثافت در گتوها زندگی بکنن. هیچ ایراد نداره. شما می‌خوایم به نیتمون برسیم. چرا تو می‌خوای به نیتت برسی؟ تو آدم مریضی هستی. تو تحت نام کدام دستاویز میخوای به کجا برسی؟ الان سال 2020 170 سال با منیفست آقای مارکس ما فاصله داریم. پاورتی و فقر در جهان بیداد میکنه، فحشا در جهان بیداد میکنه، ناعدالتی و نابرابری در جهان بیداد میکنه و یک جمعیت خیلی عظیم بیش از 6 میلیارد نفر در زیر خط مطلق فقر دارن زندگی میکنن. بردهداری به شکل نوینش و به شکل انقیادیش بیداد میکنه و هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر به این میزان دچار غربت و تهی شدن از خود نشده. اما چرا ما در ظاهر تمام اینها رو پذیرفتیم، دوست داشتیم، فکر کردیم به این میگن پیشرفت، ما باید پیش بریم، ما نفهمیدیم تا کجا بایستی پیش بریم، چطوری بایستی پیش بریم. این پیش رفتن برای چیست؟ برای آزادی است، برای ثروت است، برای سعادت است. ما هیچ کدوم از اینها رو ندیم. ما چه اتفاقی افتاد در این سرزمین ما؟ یک پارادایم شیفت دیگری بایستی میشد. پارادایم شیفت انقلاب 57
بریتانیا و آمریکا خمینی را برساختند. چرا؟ چون رژیم شاه دیگه از این بیشتر نمیتونست. این مدیر کورپوریشن ایرانی بیشتر از این توان نداشت در هم بکوبه این مقاومت مردمان کردی را، نمیتونست. لذا بایستی پارادایم شیفت میکردن تحت نام یک رژیم مذهبی، یک رژیم شیعی بتوانند مقاومت‌های جامعه را در هم بکوبند. ببینید تمام نیروهای به اصطلاح چپ انقلابی، از مجاهدین خلق گرفته تا نیروهای مذهبی از بستر چپ برخاسته طرفداران شریعتی تا مارکسیست لنینیست های مختلف در زندانهای رژیم شاه بودن. عملا تمام تشکیلات بیرونی از بین رفته بود. رژیم شاه در اوج قدرت خودش بود، هیچ مشکلی نداشت. در مستندی که BBC از آقای صادق قطبزاده ساخته، در همون مستند اعتراف میکنه که تا بهار 57 هیچ کسی در ایران آیت الله خمینی را نمیشناسد. ما میخوایم به اینجا برسیم. چرا چریکای فدایی، چرا مجاهدین خلق، چرا تمام اونهایی که تو زندان بودن و میدونستن هیچ عقبه اجتماعی ندارن و هیچ توان انقلابی ندارن، انقلاب 22 بهمن 57 رو باور کردن؟ جانا پرسیدن این کار رو کی کرد؟ به خاطر اینکه خودشون رو گول بزنن که ما الکی نبود که زندان بودیم، حالا انقلاب کردیم و حالا میخوایم که صاحبان این انقلاب باشیم و تو زندان بودیم، قهرمان بودیم، حالا به پیروزی رسیدیم و حالا این اون طمعی است که به اینها دادند. اما سوار بر گرده اینها خمینی را قرار دادند. مجاهدین خلق قبل از 13 آبان در زمان بازرگان سفارت آمریکا رو فتح میکنه. خمینی و بازرگان در مقابل این عمل میایستند و اونها رو از سفارت آمریکا خارج میکنن تا اینکه دانشجویان پیرو خط امام 13 آبان 58 سفارت آمریکا رو میگیرن. کی همافرها رو تسلیم کرد؟ ساواک شاه و دستگاه امنیت ساواک شاه رو کی به دامان خمینی انداخت؟ ساواک آمریکایی موسادی. اطرافیان خمینی که خمینی رو آورده بودن بعد در مقابل خمینی قرار گرفتن، سر همه رو بایستی میزدن که خمینی تبدیل بشه به یک کتاز بلا منازع. اما نواری که حسین باستانی داره نشون میده خمینی همچین قداستی هم در بین پاسدارها نداره. اونجایی که نه آقا خمینی میگن نه امام خمینی میگن آقا شما هر حرفی ما میزنیم ارجاع میدید به جماران. ببینید اگر این خمینی اون حاله تقدس رو داشت، اگر خمینی اون کاریزما رو داشت، اون قدرت مذهبی رو داشت، یک پاسدار معتقد فرمانده سپاه پاسداران خمینی اوایل انقلاب بایستی هر باری که اسم خمینی رو می آورد 4 تا صلوات میفرستاد که شما به صورت عادی در تلویزیون صلوات ها رو میبینید. اما این حرف رو نمیزنه. وقتی محسن رضایی میگه اینها پاسخش در جمارانه، اونم میگه آقا شما ما رو به جماران داری ارجاع میدی. ببینید این در یه واقعیتی رو به شما میگه. اونی که سال 57 اتفاق افتاد پارادایم شیفت بود، انقلاب مردم نبود. به صورت شیعه مذهبی بایستی میشد، به خاطر اینکه تمام باورهای مذهبی مردم رو در هم میکوبید. وقتی حاکمیت صاحب اخلاق میشد و گرداننده اخلاق میشد، اخلاق فردی مردم تعطیل میشه. به همین خاطر شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی مردم دیگه اخلاق ندارن، اما دوران قدیم اینطوری نبود. چرا مردم اخلاق ندارن؟ چون مردم فکر میکنن که کمیته، نیروهای انتظامی، نیروهای نهی از منکر خمینی و حکومت جمهوری اسلامی موجوده. اینا هم به خاطر تنفری که از این حاکمیت دارن، هر کاری رو که اونها میخوان اینا برعکسش میکنن.
در نتیجه اخلاق فردی تعطیل شد. وقتی اینها تحت نام حکومت مذهبی و حفظ و حراست از عفت عمومی جامعه این شعارها رو میدادن و لچک سر مردم میکردن، زمینه رو فراهم کردن که خیلی ها با فراغت بال بچه ها و کودکان دخترشون رو به مدرسه بفرستن. مادرانی که نسل آینده رو تربیت میکردن، مادرانی که اگر مورد آموزش و پرورش دولت شاه قرار نگرفتن توانستند فرزندانی بسازند با اون خصایص کردی. اما مادرانی که به مدرسه های جمهوری اسلامی رفتن بعداً مدارسی رو که در کودکی تفکیک کردن در اوج دوران بلوغ جنسی در دانشگاه ها ترکیب کردن در زمان همین جمهوری اسلامی. فساد عظیم اجتماعی رو درست کردن، روابط خارج از ازدواج و سکس رو ساختن، همون فحشای عمومی که مارکس وعده داده بود که بایستی کارگران بکنند تا فامیلی های بورژوا هم دچار این فحشا بشوند و زوال سرمایه‌داری در برسد و این پیشگویی تاریخی پیامبر مارکس به حقیقت بپیوندد رو قشنگ انجام دادن. پس شیعه‌گری که فازی است و دینی است ساخته و پرداخته یهودیت. ببینید ادیان ابراهیمی کلاً ادیان انقیادگر هستند. روایت کردیت ما با جهان ادیان ابراهیمی کاملا فرق می کند. اما این نوع اسلامی که اعراب برای خود دارند یک روایت یهودی هم ازش ساختن به نام روایت شیعه، برای درهم کوبیدن اعراب و برای درهم کوبیدن مقاومت های مردمان سرزمین ما و انسان کردی. تحت نام این حکومت مذهبی باورهای دینی مردم از جامعه رخت بربست. نه اینکه مردمان در انقیاد و سقارت عقل نباشن، که شما میبینید مردمان یهودی میشن، مسیحی میشن، بهایی میشن، زرتشتی میشن، تغییر دین میدند، یعنی باز در صغارت عقل قرار میگیرند. و این هم پروژه کورپوریشنه، پروژه آنوسی هایی است که این سرزمین ما را تسخیر کردند. ساختار دولت ایرانی، کورپوریشن ایرانی با تمام مؤسساتش، با تفکرش، زیربناش، زبان یدیشش، با تاریخ برساختش میخواهد شیفت آخر را انجام بدهد. پارادایم شیفت آخر. این اون چیزیه که من میخوام به شما بگم و بدانید. پس شما فهمیدید که این انقلاب آن انقلاب نبود. شما فهمیدید، خیلی از همون ابتدا فهمیدن چه کلاه بزرگی سرشون رفت. خیلی ها مثل امثال احمد توسلیانی که فکر میکردن و باور کرده بودن این روایت یهودی شیعه رو و فکر میکردن که یه سری کار بایستی بکنن، کشتنشون، تصفیهشون کردن. از اون حکومتی های پاسدارهایی که باشون مجاهدین کشته بودن، باشون به ظاهر به این مناطق قومی اتنیکی کردی، به ظاهرش رو به این خاطر میگم که تمام این سرزمین کردواره، من اون ظاهر رو به خاطر استان کردستان قومی گفتم. در همین نوارهای آقای حسین باستانی اشاره به سخنان شمخانی درباره احمد توسلیان میکنه که میگه که شمخانی گفت احمد توسلیان یک دندان کرمو بود و بگذارید کندرش این دندان. این محض اون کسانی که این روایات کورپوریشنی را باور کردن، بابتش خون دادن، مثل اون کسانی که خودشون رو قومی اتنیکی کرد میدانستند و در کمولو دموکرات بودند و در اتحاد میهنی و پارت دموکرات کردستان عراق بودند، فرزندانشون کشته شد. نفهمیدن چه بازی خوردن، نفهمیدن خودشون بر علیه خودشون
ایستادن، نفهمیدن که مورد معامله واقع شدن، نفهمیدن که به عروسک خیمه شب بازی تبدیل شدن. همونجوری که ما داشتیم نقد میکردیم این تاریخ قومی اتنیکی احزاب برساخته کورپوریشن های منطقه رو در کردستان و خیلی ها ناراحت میشدن، فکر میکنم امروز خیلی ها تو اصفهان و سمنان و کاشان و کرمان هم مقاومت میکنن در مقابل اینکه در عملیات کربلای 5 سپاه پاسداران و بیت خمینی فرزندانشون رو آمدانه فرستاد که قلعه بشن. در عملیات فاو همچنین، در تمام عملیات های دیگه همچنین، تمام کسانی که به ماهیت خمینی و جمهوری اسلامی پی برده بودن رو از پشت زدن، کشتن، نذاشتن بیاند و جمهوری اسلامی بر خورد. حالا تحت نام پارادایم شیفت تمام اون آرمان های آبکی الکی یهود ساخته رو عوض میکنن با یک سری آرمان دیگر: دموکراسی، حقوق شهروندی، سکولاریزم، ایران بزرگ فرهنگی، هخامنشی بازی، کوروش بازی. آخرین پارادایم شیفت است که ما رو به صورت مطلق در انقیاد مطلق ببرند و مثل این مردمان اروپا بشیم، با این تفاوت که مردمان اروپا حداقل از کاری که می کنند 1-2% هم می توانند از حاکمیت بگیرند، از کورپوریشن ها بگیرند. سرزمین ما در فقر و فلاکت و در نابودی مطلق قرار می گیره. ما را تبدیل به فاحشه‌خانه جهان می کنند. این کار رو با ماها می کنند به خاطر اینکه انسان کردی نبایستی بماند، جهان کردی بایستی از بین برود و این آخرین پارادایم شیفت است. دولت کورپوریشن یهودی ایرانی ساختار کورپوریشنیش تغییر چهره میخواهد بدهد. به همین خاطر شما میبینید یک سری از این نوارها بیرون میاد، آرمانهای خمینی و واقعیت خمینی رو میکنن و یواش یواش بستر حکومت، یعنی روایت دیگری از این کورپوریشن رو میخواهند رو بکنن. این دیبیت درازدامنی که من امشب داشتم و گذرا به صورت روزنامه‌وار یک تاریخی رو بحث کردم میخواست شما رو به یک سری نتایج برسونه. ما در یک میتریکس هستیم و هزینه بسیار گزافی دادیم و حتی به اون شعار توسعه اقتصادی هم نرسیدیم، بلکه ما خلع از هر چیزی شدیم، از زمین، از مالکیت، از وجود خود، از حقیقت خود، از جهان خود و تبدیل شدیم به یک سری انسان‌های میزربل، بی قدرت، گرسنه، مفلوک، شلاق خورده‌ای که بایستی رام بشویم، بایستی خورد بشویم، بایستی قطره قطره، ذره ذره نابود بشویم تا اینها به نیات خودشون برسن. من شما رو عودت میدم به نظریات اون مکتب فرانکفورتی که معتقد بود که شاید در این مدیریت تامی که دیگر انقلابی در اروپا صورت نمیگیرد در کشورهای خاورمیانه این اتفاق بیفتد. ما مطمئنیم که آخرین قیام انسان کردی است و این آخرین قیام نظام سلطه جنایتکار جودو کریستیانیتی را در هم میکوبد و نابود میکند. شما بدانید این اتفاقاتی رو که دارند رو میکنند به درستی تحلیل کنید. در حقایقی بر شما آشکار میشه دال بر یک غفلت و یک کلاه بزرگ تاریخی بر سر ماها و اون سعادتی که هیچ وقت ما بهش نرسیدیم، آزادی رو هم فراموش کردیم. امیدوارم که مجالی پیش بیاد که بابی برای گفتگو و
طرح آرای مختلف و در هم کوبیدن این بدیهیات دنیای توهمی به وجود بیاد. بر صورت راپارین کردوار سر بخو این قیام رو تئوریزه کرده و به همین زودی هم منیفستش رو ارائه میده و ما با تمام قدرت در مقابل برنامه‌های نظام سلطه می‌ایستیم. ما این کورپوریشن ها را در سرزمین کردوار در هم می‌کوبیم و نابود خواهیم کرد. ما آغاز پایان نظام سلطه جهانی هستیم که تراکم‌های منقاد رو ساخته و آنچه که در این تراکم‌های منقاد وجود ندارد تصویر از خود و تصویر از آزادی است، درک از آزادی است و ما در بستر ما برخواسته از کهن الگوهای تاریخی خودمان، از درون جهان کردی خودمان، آغاز پایان نظام سلطه جودو کریستیانیتی هستیم. شبتون خوش.